حقیقتا شاید مبالغه نباشه اگر بگیم تا حدود بسیار زیاد جامعه ما هم از مفاهیم قرآنی ناآگاه است. این بدون مبالغه آدم گفته میتونه که مفاهیم قرآنی در جامعه ما شما تا حد بسیار بالایی غریب است و مردم ناآشنا هستند. خیلی وقتا تو یک آیه قرآن کریم بر یک نفر میگی به خاطری که از مفاهیم قرآنی ناآشنا هستند میگن تو گپای نو میگی، در حالی که قرآن خود نو نیست دیگه. مردم به خاطر ناآشنا بودن از مفاهیم قرآن کریم مفاهیم قرآن را نو میدانند، میگن این گپا را بابا کلان ما نگفته و دال شما یک چند تا جوانکا پیدا شدین گپای نو میگن، در حالی که تو تنها اگر از قرآن هم برش بگی این میگه برای تو میگن. پس این ثابت کننده این نکته هست که در جامعه ما هم متاسفانه با وجود از که ما الحمدلله جامعه اسلامی داریم اما این مفاهیم تا حدود زیادی برای مردم به صورت درستش نرسیده. پس وظیفه ما هست که در مقابل او توطئه هایی که دشمن میخواد مفاهیم قرآن کریم را از مفاهیم قرآن کریم مردم را دور نگاه بکنه، ما مفاهیم قرآن کریم را برسانیم.